آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی متولد 1318 فروردین سن 85 سال. آیت الله سیستانی متولد مرداد 1309 بزرگترین مرجع تقلید سن 94 سال. آیت الله ناصر مکارم شیرازی متولد 5 اسفند 1305 مرجع تقلید سن 98 سال. آیت الله احمد جنتی متولد 3 اسفند 1305 عضو شورای نگهبان سن 98 سال. آیت الله حسین نوری همدانی متولد 1 فروردین 1304 سن 99 سال. شیخ علامه آیت الله جوادی عاملی متولد 15 اردیبهشت و سن 91 سال. آیت الله وحید خراسانی متولد 11 ماه 1299 سن 103 سال. آیت الله جعفر سبحانی متولد 20 فروردین 1308 سن 95 سال. آیت الله سید شوبیری زنجانی متولد 10 اسفند 1306 سن 97 سال. انشالله هر کسی برای این جامعه فعالیت می کند سالم باشد. فالو یادت نره عزیزی.